زیبا وطنم، جنت دنیا وطنم، ای غرقه خون و اشک تنها وطنم. من جز تو دیگر نام نیارم بر لب، ای وا وطنم، وا وطنم، وا وطنم. السلام علیکم بچه های عزیز. درس امروزه را با شعر مذکور حسن آغاز بخشیدم. موضوع امروزه از فن ادبیات تاجیک، حیات و فعالیت ادبی خلیل الله خلیلی. خلیل الله خلیلی یکی از شاعران توانای عصر 20 افغانستان به شمار می رود. او همزبان ماست. شاعر سال 1907 در شهر کابل به دنیا آمد. فرهنگ و ادب آموخت و در این جاده مرد فاضل گشت. اثرهای تاریخی ادبیات شناسی او در حل و فصل مسئله های اجتماعی و فرهنگی ارزش بزرگ دارند. ولی خلیل الله خلیلی اساساً با اثرهای ادبیش شهرت و مقام خاصه دارد. باید گفت که شاعر بارها به تاجیکستان آمده است و در جشن عبدالرحمن جامی اشتراک نموده است. خلیل الله خلیلی روزهای واپسین روزگار خود را دور از وطن در غریبی گذراند. پس از آن که ارتش شوروی وارد افغانستان گردید، مردم زیاد از اهل ادب کشور را ترک نمودند. شاعر نیز اول به پاکستان و بعد به ایتالیا رفت و 10 سال آخر عمر خویش را در آنجا گذراند. ادیب با صد درد و الم دور از یار و دیار با یاد وطن سال 1988 وفات کرد. ادیب در غریبی با یاد وطن میزیست. چون بلبل دور از چمن می نالید، اشک حسرت می ریخت. شاعر به جوانان افغان خطاب کرده آنها را به یگانگی اتحاد دعوت می نمود. ولی افسوس ادیب وطن دوست آزادی خلق و کشورش را ندید. بچه های عزیز، همه ما شما می دانیم که افغانستان ملک جنگ زده است و سالهای طولانی این علنگه جنگ خاموش نمی گردد. چه خیلی از شرح حال شاعر آگاه همون گشت. درد و داغ شاعر نیز همین جنگ، ناآرامی، ناتنجی می باشد. سبب ترک کردن شاعر وطنش را و در غریبی زیستن او نیز همین جنگ است. شاعر در دل همیشه آرزوی صلح و ثبات، آرامی، آزادی، استقلال و یکدیگر فهمی را می پرورید. ولی افسوس این آرزو را با خود به خاک برد. اکنون بچه ها به قرائت شعرهای شاعر می گذاریم. خطاب به اولاد وطن. نور چشمی وطن، ای بچه افغان افسوس. دل من داغ شد از دست تو ای جان افسوس. چند گویم به تو فرزندی مسلمان افسوس. به تو ای عنصر افسرده بی جان افسوس. کیست جز تو که کند گریه به ویرانی تو؟ آوه افسوس به این روز پریشانی تو. همه بیدار تو در خواب گرانی تا کی؟ غافل از سیر ترقی جهانی تا کی؟ چشم بر راه کمال دیگرانی تا کی؟ تو به این پرده تاریک نهانی تا کی؟ نوروز آوارگان. گویید به نوروز که امسال نآید، در کشور خونین کفکان راه نکشاید. بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لبی پرخنده نشاید. خون می دمد از خاک شهیدان، ای وای وطن وای. گل گل کفکان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان. در کشوری آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان.
کس نیست که دوزد بطنی مرده کفن بار. ای وای وطن وای. دو بیتی و رباعیات شاعر. مسلمانان ز دور آید صدای جانگداز غمفزای. ندانم کجا شب خون زده گرگ، ولی دانم که نالد آشنای. یتیم دردمند بینوای، برآورد از دل صحرا صدای. منه زنهار از کف شمع امید، اگر خواهی رسی روز بجای. از بس خوش و مست و دلربا می آیی، چون باد بهار جان فزا می آیی. دلخانه عشق توست آبادش دار، چون خانه خراب شد کجا می آیی. زیبا وطنم جنت دنیا وطنم، ای غرقه خون و عشق تنها وطنم. من جز تو دیگر نام نیارم بر لب، ای وا وطنم وا وطنم وا وطنم. موضوع شعرهای شاعر وطن دوستی، وطن پروری، یگانگی، دوستی و اتحاد را در بر میگیرد. شاعر در شعرهایش با صد درد و الم و سوز و گداز وضعیت ناآرام ملک و حیات بدبختانه خلقش را به قلم داده است. بچه های عزیز، حیات شاعر برای ما باید درس عبرت گردد و ما شکرانه از آن باید کنیم که در کشوری آزاد و آباد، آرام و صاحب استقلال عمر به سر برده ایستاده‌ایم و آرام و آسوده از پی تحصیل و کار و فعالیت هستیم. به قدر یک کف آب و خاک آن رسیده کوشش نماییم که ملکمان همیشه همین گونه آباد و زیبای و گلگل شکوفان باشد. بچه های عزیز، لغات هایی که در نوار میبینید اینها وابسته به موضوع امروزه هستند. اورنگ، تخت، تخت شاهی، کینه‌وران، دشمنان، انتقام جویان، شعبده باز، نیرنگ باز، حیله‌گر، مکار، آواره، سرگردان بودن، سرسان و دربدر بودن، گلگل کفن، آنکه جبران کشته شده است، قربانی جنگ یا حادثه دیگری مسلحانه، خونین جگر، کنایه از بسیار اندوهگین، غمگین بودن، صهبا، شراب سرخ، برهنه‌پا، پایلوچ، فقیر، بینوا، کمبغل. بچه های عزیز، وابسته به درس امروزه به شما در خانه سپارش داده می شود خواندن ترجمه حال خلیل الله خلیلی صحیفه 246 و از یاد کردن شعر و لغت ها از صحیفه 246 تا 249. این بود بچه ها موضوع درس امروزه ما. باقی خیر تا درس آینده.